عرض ادب و احترام خدمت دوستان و عزیزانم در خانه تحلیلگران. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید و اوضاع بر وفق مرادتون باشید. قبلا این توضیحات رو برای دوستان کالج دادم و سیستم رو دارن، آشنایی دارن. منتها برای دوستانی که عضو کالج ما نیستن یه توضیحی در مورد این اندیکاتورها و مووینگ ها بدم که بدونن باهاش چطور میتونن سیگنال بگیرن و ترید بکنن. ببینید تو هر تایم فریمی که ما باشیم همزمان 3 تا مووینگ داریم. بذار اینو من فول اسکرین بکنم. یک مووینگ داریم که همزمان با کندل های صعودی و نزولی رنگ ها رو به ما نشون میده. این مووینگ تندرو ما هست. یه مووینگ آبی رنگ داریم که صعود و نزول ها رو نشون میده، برای تایم به قولی میانه هست. و یه دونه مووینگ ضخیم‌تر قرمز و سبز داریم که این تایم بالاتر، یعنی به قولی مووینگ کندرو ما حساب میشن. از این 3 تا چطور میتونیم بیایم سیگنال بگیریم و معنی اینها چی هست رو براتون سریع توضیح میدم که انشالله براتون مفید باشه، چون من این رو هر روز تقریبا توی لایو ترید میذارم. چارت رو بتونید ازش استفاده بکنید برای ترید هاتون. خب به هر حال رایگان هست دیگه. ببینید تو هر تایمی که هستیم، حالا میخواد 4 ساعته، 1 ساعت 15 دقیقه، هر تایمی که هستیم مووینگ اصلی تایم خودمون همین آبیه هست. یعنی اگر فرض کنید من الان تو تایم 15 دقیقه دارم چارت رو نگاه میکنم، صعودی و نزولی بودن ها رو با رنگ کم رنگ پررنگ همین آبی و فلش هاش میتونیم مشخص بکنیم. یعنی از اینجا که هست این روند تایم 15 دقیقه ما صعودی شده تا وقتی که دوباره فلش نزولی زده و آبی ما پررنگ شده و همینطور روند نزولی رو داشته تا اینجا. یعنی اگر ما با تایم 15 دقیقه خالص داریم ترید میکنیم، نگاهمون باید به همین مووینگ آبی رنگ باشه. توی هر تایم فریمی ما یک تایم بالاتر و یک تایم پایینتر رو هم همزمان میتونیم ببینیم. مووینگ تایم بالاتر ما این مووینگ ضخیم هست که الان من 15 هستم، قاعدتا این میشه تایم 1 ساعته ای من. و مووینگ یک تایم پایینتر که مثلا 5 دقیقه من میشه این مووینگ کندلی ریزتر. یعنی همزمان توی یه دونه چارت که من دارم چارتم رو نگاه میکنم، مثلا 15 دقیقه هست یا فرض کنید 1 ساعته هست، هم خود تایم رو میتونم تحولاتش رو ببینم که نزولی بوده، صعودی شده، نزولی دوباره شده. این تایم 1 ساعت است. ریز تایم یک تایم کوچکترش که میشه 15 دقیقه رو میتونم با کندلای سبز و قرمز ریز مووینگ کوچکتر خودم ببینم که بدونم تو این تایم کی تایم تریگر من به قولی چی میگن یک تایم پایین تر از من اومده و نزولی و صعودی شدنشه، که برای وقتایی که بخوام به قولی گام های مینوری رو ببینم ماژوری میشه این. و یک تایم بالاترم که تایم 4 ساعته میشه میتونم وضعیتش رو ببینم که الان من نزولی بوده، یک مقطع کوچیکی صعودی شده و دوباره نزولی شده. واکنش به این مووینگ ها تقریبا خوب و دقیق هست. واکنش به فلش هایی که ما داریم هم بازم خوبه، که اگر شما تو یک تایمی دارید ترید میکنید باید اصل ترسیماتتون روی همون مووینگ آبیتون باشه. یعنی نقطه شکستی که مووینگ من اومده نزولی شده میشه اصل به قولی نقطه ورود من، که هر کندلی که معادل اون هست میتونه نقطه ورود اصلی من باشه که نزول رو داده. و پولبک به خودش و پولبک به فلشی که آبی رنگ هستش متناظر با همین هست میشه نقطه استاپ ما. یعنی اگر قاعدتا این فلش شکسته بشه و قیمت کندل تو هر برگشتی بیاد از اینجا عبور بکنه، این ورود به فروش عملا استاپ خورده با این دیدگاه و تو این تایم فریم. فرض کنید تو تایم 4 ساعته من اگر هستم، اینجا روند من صعودی بوده، این منطقه نقطه ورود به خرید من بوده و چندین بار تونسته قیمت رو حمایت بکنه. هر زمان که نزولی شد من دیگه بعد از خرید خارج بشم و استاپ فروش ورود به فروش هم میشه اینجا. حالا اینجا بر اثر اینکه تایم هر اتفاقات چارت ما از جنس تایم 4 ساعته نبوده، اینجا با یک روند رنجی طرف بودیم که
چندین بار تو این منطقه این مووینگ داشته رنج میزده و قیمت بالاتر و پایینتر رفته. این نشون میده که حرکاتی که ما داشتیم از جنس تایم 4 ساعته نبوده، مال یه تایم بزرگتر بوده که الان میبینیم مووینگ تایم روزانه هست که قیمت رو مرتب صعودی نگه داشته و قیمت بالا رفته. پس تو هر تایمی که میخوایم ترید کنیم، حالا تایم‌های بزرگ خب ممکنه اذیتتون بکنه، تایم‌های ریستر کوچیک فرض کنید مثلا 5 دقیقه رو نگاه میکنید، هر زمان که اینجا نزولی شد شما برای خودتون میتونید روی چارتتون، حالا اندیکاتور رو که ندارید ولی خب روی چارت ما میتونید نگاه بکنید و این منطقه رو برای خودتون علامت بذارید و یکیش میشه نقطه ورود شما که اینجا به محض اینکه نزولی شد و کلوز کندل خورد تثبیت گرفت، اینجا میشه ورود به فروش و اینجا هم میشه فلش شما، نقطه‌ای که بخواید استاپتون رو بذارید و به قول استاپ فروشتون باشه. هر زمانی که این قضیه سیگنال برعکس شد، یعنی که الان اینجا ببینید تو 5 دقیقه شما سیگنال صعود رو گرفتید و خرید، میتونید وارد به خرید بشید و استاپ خریدتون هم میشه این پایین فلشش. به همین راحتی شما میتونید خیلی راحت توی تایم های مختلف، حالا چه بخواید کوتاه مدت کار بکنید چه بلند مدت، وضعیت چارت رو میتونید آنالیز بکنید و مادامی که شما الان اینجا خرید کردید و روند تو تایم 5 دقیقه صعودی شده، خریدید و هر پایین اومدنی به سمت استاپ تا وقتی که استاپتون نخورده باشه میتونه موقعیت خرید ایجاد بکنه برای وقتی که این باز دوباره مووینگ شما بخواد نزولی بشه. مادامی که نزولی نشده باشه میتونید این رو نگهداری بکنید و رو گره ها و مناطقی که قبلا داشتید توی تایم های دیگه سیو سود انجام بدید. مثلا تو تایم پایین ترتون اینجا ما یک منطقه‌ای داشتیم که جنسش تایم 5 دقیقه بوده، خب میایین روش سیو سود میکنید، نه اینکه به کل بخوایم خارج بشیم. حالا چه رنگی بذارم که اینجور. اینجا چون یک نقطه ریورسی بوده، یک نقطه چرخشی بوده، سوینگی هر اسمی روش میخوایم بذاریم که مال تایم پایین تر بوده، وقتی بهش میرسه تایم 15 دقیقه فقط سیو سود میکنیم. ریجکت اگر شد دوباره باز تو مناطق پایین تر با حفظ دیدگاه صعودی میتونیم خرید داشته باشیم برای منطقه بعدی. منطقه بعدی باز میشه کجا؟ یه همچین جایی بازم یه گرهی بوده. میبینید خیلی راحت با رنگ ها مشخص هست و شما میتونید مناطق رو بیاین سیو سود بکنید تا برسید به یک دامنه بزرگ قوی که تو تایم به نوعی 5 دقیقه اینجا یک به قولی دامنه بزرگی داشتید که برگشت به اونها همش میتونه سیو سود خریدتون باشه، به اضافه اینکه اینجا دیگه اصلا کلا مال تایم بزرگترتون هست. وقتی تو 15 دارید نگاه میکنید به اینجا که برسه دیگه منطقه شکست تایم 1 ساعتتون هست که این خیلی مهمه دیگه. اگر خیلی هنر بکنه به اونجا برسه حتما باید یا سیو سود بزرگی انجام بدید یا اینکه کلا دیگه از خریدتون خارج بشید، منتظر بشید که باز دوباره از اونجا یک ریزش جدیدی اتفاق بیفته. به نوعی پول بک میشه به منطقه شکست تایم 1 ساعتتون. با همین روال میتونید مناطق مختلف رو ترید بکنید. تو تقریبا 3-4 تا تایم رو هم معمولا من میذارم روی به قولی لایف چارت، چون میتونید با هم دیگه مطابقت بدید. تایم فیلم چون کوتاه هست میخوام تو 10 دقیقه جمع بشه دیگه سریع براتون توضیح میدم. هم بوشانی چارتا رو دارید شما اینجا، یعنی مووینگی که اینجا ضخیم هستش تو تایم 1 ساعته میشه مووینگ آبی تو تایم 4 ساعته. مووینگ ضخیم تو تایم 4 ساعته میشه مووینگ آبی تو تایم روزانه‌تون. یعنی اینا با هم به صورت فرکتالی دارن کار میکنن و هم پوشانی چند تا تایم رو دارید. الان همینجا تو تایم 5 دقیقه وقتی نگاه میکنید آبی مال خود 5 دقیقه است و ریسترش که سبز و قرمز هست این میشه تایم 1 دقیقه شما و تایم بزرگترتون میشه 1 ساعتتون. یعنی هر کدوم از این 4 تا رو داشته باشید نگاه بکنید شما هم تایم پترن رو دارید، هم تایم مین اصلیتون رو دارید و هم تایم تریگرتون رو. اینجوری تو هر تایمی میتونید خیلی واضح و شفاف متوجه بشید که الان تایم فریم ها به صورت فرکتالی دارن چه کار میکنن. موفق و پیروز باشید، انشالله براتون مفید باشه.